اینمی پدرکلانای ما بودن که ما را برای غلط روان کردن. و امروز کسایی که مخالفت با قرآن و سنت میکنه به خاطر اینمی هست که تمام روز مثل که دکتر علی شریعتی یک عالم ایرانی است و چی میگه؟ میگه والله ایران که تباه کرده مولای دالخور و پلوخور و اسقاطخور و خیراتخور و شولخور. اینمی ها گفت تباه ما کرده که نمیگذارن مردم عقیده یکتا پرستی و توحید یاد بگیرن. تمام روز مصروف اینمی هستن که آیا اسقاط جایز است؟ آیا چیز است؟ ابی اسقاط که بیخی جایز هم باشه، بل یک عالمی که ما ولدم دوره که ششتا باشم و دو بین مجلس بشینم با یک نفر یک نسواری بخیزه برای من یک دانه صدیر بیای بته و من کلیم خمسی قسمی اینمی ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. برای عالم دین اسلام که جانشین پیغمبر است برای جایز است که در این دوره بشینن و خیرات بخورن. اگر جایز هم باشه برای 4 تا مسکین و فقیر است برو برازو بده. اما تو که با این عبا و با این ریش و با این بزرگیت میده مجلس میشینی، والله امی بی عزتی به قرآن است، بی عزتی. عالم شعائر الله است. کسی که به یک عالم احترام میکنه به یک شاعری الله احترام میکنه. و تو عالمی که خود ذلیل میسازی به خاطر ازی که صدر په اسقاط بگیری، تو باز میگی تو چطور جانشین پیغمبر هستی؟ علمای ما را که ذلیل ساخته، دوره اسقاط ذلیل ساخته. دل ما سیاه بوده که از اینمی اسقاط خوری تا بالاخره فهمیدیم که کلش بی عزتی به علمای اسلام است، بی عزتی به عقیده اسلام است. به این خاطر بر یک عالمی که خود در مسند پیغمبر میشناسه، پیغمبر میگه ید العلیا، دست بلند بهتر است از دست گدایگر خیرات خور اسقاط خور کردن. دست بلند است از گشنگی بمار، از گشنگی بمار، از گشنگی بمار. مغلقة الأبواب